ببخشید دیگه این کار شرکت تمامی نداره. نداره. خب میگم شما واقعا دیگه قطعی خواهر برادر شدین دیگه ها؟ نه وکالتی خواهر برادریم. من نمیدونم شرکت اصلا نیمه تعطیل چه کاری داره دیگه، اونم دم در خونه. نگار ببین اینجوری با هم حرف میزنی بدم میاد. بابجی بود؟ آره دیگه خانم داداش بابجی بود. ببین میخوای بیا بشین اینجا رو پای من تا شب باهات صحبت کنم خوشت بیاد. نگار اینقدر خوشحالم داداشاتو پیدا کردی. ببین آبجی من خودش استاد نقط و سخنه ها. ببخشید مثل اینکه زن قانونی منم هست. قانون نکن واسه من. ما زین پس یک خانواده ایم. صداتو بیار پایین چته جمشید؟ صدامو نیارم پایین چیکار میخوای بکنی داچ من؟ ننم خدا بیامرز میگفتش اگر شما دوتا تنلش یه زمانی پشت تنها آبجیتون در نیومدین بدونین من شیرم و حلالتون نمیکنم. خب خدا رو شکر که در اومدین دستتونم درد نکنه. آقا 10 تومن خیلی وقت پیش 10 تومن بود الان هیچ چی نیست. تو چی میگی فرشی؟ ببین اون موقع پشتش وایسادن مساوی با گوت کردن الانه. با خاکی کوچه یکیت میکنم و همیتا. بابا ببین حمید حیف که رو ویلچر نشستم و والا چی؟ دامادمونی باش احترام خودشو من جمشید خواهی کلت تک بابای حمید خودیه. درسته خودیه ولی آدم بی خودیه. درست صحبت کن. از این به بعدم هیچ کی به من از آبجیم نزدیکتر نیست. خانداداش پس من چی؟ این نوعه تو قدیمیه منم نکن پام در گرفت. بشین قربونت آبجی مهمه خدا نکن خورد کاش منم یه داداش داشتم کشیفتی با بابات وای میسادن هر موقع یکی خسته میشد میداد به اون یکی منو خیرکش میکردن دم دیوار کتک میزدن و اعلام تحریم میکردن. نه خیر برای اینکه تو دیگه جرئت نکنی به من دروغ بگی. افسانه من به تو دروغ نمیگم. من در این درگه یه خالی ریزی برای تو میبندم برای اینکه نشی آگه. چون یه وقت دستت میدم به ناگه اون وقتی که دیگه میمیرم. با اون بلایی که سر بابای من آوردی به خاطر سند منو از دست داده فرض کن. مامان بس دیگه خجالت نمیکشین؟ چیه چشم آقا به اشارت دور دیدین اومدی اینجا واسادی ور 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 اگه بود الان یه تیغه میکشید بینتون. خجالت داره. شما اینور برو ور ببینم. شما تشریف بیارید من. ببخشید مامان جان من با برادرم دارم میرم آزمایشگاه دیگه بریم واسه آزمایش. صبر کن من و باباتم میایم. نه مامان بذارین خودمون بریم دیگه تنهایی باشه. قربونت برم من. خداحافظ. قادر بیا خودت برو. بیا دنبالش من بعد برم شم غرویز. منم دارم چا. بابا مثل اینکه یادت رفته سند گذاشتی مراشون. بیا برو دیگه. با اجازه. چه زحمت کشیدین؟ خواهش میکنم اجازه ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. براتون بذارم. خیلی ممنون. خواهر جون زشته چرا پشت اومدی اینجا؟ آبجی جان اینا برادر و خواهر از آب در اومدن. من بدبخت شدم. اولا که تازه دارم اینو آزمایش بدم تا جواب نیاد هیچی معلوم نیست. دوما چه ربطی به تو داره؟ تکلیف سند چی میشه؟ تازه رفتن آزمایش بدن بعد جواب آزمایش بیاد 1001 بهونه دیگه دارن تا اینا برنگردن توی اون زندان ما نمیتونیم سند آزاد بکنیم بهشاد بیاد بیرون. آبجی جان خب شما هم بفرمایید دیگه. دست شما درد نکنه. حبیب آقا جانم ببخشید من میگم که شما میتونین سندتون رو وثیقه بذارین واسه کسی؟ سند برای چی؟ برای این برادرای نگار. من سند ندارم. من گور ندارم که کفن داشته باشم. خب همون سند خونه رو بذار دیگه. میگی تو؟ بذار اینا برم بخوابن جواب تنهشو بیاد. بعد اگه منفی بود که هیچ، اگه نبود برای فکر میکنیم برای سند در آوردی. شما هی دخترم میکنین. حاضر نیستین به خاطر همون دخترتون برای برادرای دخترتون سند بذاری؟ خاله خانم شما یه سوزن به خودت بزن، یه جوالت بزن به همسایه. من برای آدمی که نمیشناسم آخه شما انصاف بدی من چجوری برم برای سند بذارم؟ حبیب آقا ما هم نمیشناختیمشون
ولی رفتیم براشون سند گذاشتیم. برای اون سند الان شوهر من زندانه. اشتباه کردی. شاید جنابالی با سر تشریف ببرید تو چاه، منم باید بیام. های بابا نمیخواد شما بری تو چاه. اصلا اونا رو نمیشناسی. شما آقا بهشاده که دیگه میشناسی؟ بهشاد؟ بهشاد کی؟ آره بهشاد شوهر من. آقا بهشاد شوهر آشفته خانومو نمیشناسی؟ بهشاد بابا بهشاد بابای من نمیشناسی؟ بابای من عکسش بابا بهشاد یه خالم اینجاش داره میخنده آخه یاره میشه که آدم خوبیه که خیلی خوب آدم خوب شما برای این که دیگه میتونی سند بذاری دیگه حبیب بابا همه تو چی میگی تو؟ بابا کی؟ ابو پرویز سلام قربونت برم. سلام حمید جان، چی شد؟ هیچی، همه چی خوبه. حل. خاله متانت گرامی ناراحت نشد که؟ نه بابا، سرتای قضیه رو همون بود، اصلا نفهمیدی. همون دست درد نکنه. هم بابت امروز هم بابت پولا. وظیفه‌ام. اصلا یه حالی داشتم گفتم این سری هم بدشانسی میاریم. وقتی کیف پولا رو نشون دادی یه نفس راحت کشیدم. ای خدا خدا. همون خدا پولا رو برد؟ آره آورد. میگن این پسری بنجور بالاخره تو زندگیش یه کار مفید انجام داد. ولی من از اینش تعجب حمید جان، تو چجوری به این اعتماد کردی؟ میدونستم ولی مجبور بودم، چاره‌ای نشد. ولی من مجبور نیستم. من حاضرم برم تو معدن 200 متر زمین رو بکنم، اونم بدون کپسول اکسیژن، ولی هیچ کاری دست این پسری بنجور ندارم. اما میخوام یه دل سیر ببینمش. آدم قطعیه؟ نه بابا پولا رو میگم ممنون. ببین حمید جان، پولا رو یه جایی قایم کردم که خودم هم به سختی میتونم ببینمش. چرا همون نیازی نیست. نه ترس همون. اصلا اونو شک نمیکنه. یه درصد هم شک ندارن. نمیاد سراغمون. شما به خانم مفاخری گفتم ما نتونستیم برداریم. این بنجور با این رفیقاش که اینجا بعدش هم آدم وقتی چشش به پول میفته دل مثل ژله میلرزه. از قدیم هم گفتن مالتو بچسب همسایه رو دزدن. چه اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه به من اعتماد نداری حمید؟ اما پرویز من از شما بیشتر به خودم اعتماد دارم. چه حرفی داری میزنی؟ مطمئن باشم. عمو دست درد نکنه دیگه. باشو بیا اینجا. چرا؟ کیس میگی؟ مخلصتم. تانکس. اصلا اینجوری بهتر شد عمو. خوب کاری کردی. چون ما پول لازم نداریم که تا موقعی که مفاخری بیاد. آب کشش کنم؟ مفاخریو؟ برنجو میگم، حواست کجاست؟ از صبح همینجوری کار خونه مونده، خوشم بار نداشتم. باشم برم این سالات درست برم. چقدر زحمت میکشی عمو؟ وای پیازم سوخت. آقا بیام کمک. جورابات در رو میخوام بریزم رفتار تو ماشین. ای بابا جورابا رو که صبح پوشیده. در جوراباتو تنبلی نکن. چه بیلی کردیم بابا، دست تو سلام علیکم. سلام مادر. خب چی شد؟ هیچی دیگه، ما رفتیم آزمایش دادیم، جوابمون هم یه چند روز دیگه حاضر. خب می‌خواستی به الهام بگی شما رو بذاری تو چی میگن؟ اولویت برو سال بعدی. همین که بابات میگه. گفتم الان گذاشته تو اولویت که چند روز دیگه حاضره دیگه، وگرنه چند هفته دیگه جوابمون میداد. بابا جون شجرنامه که تو نمیخواستی یک کلام میگفتی یه تست ازت بگیرن که مطمئن شی اینا برادرت نیستن، سریع به جواب میده. شاید باشیم دیگه بابا. خب به خاطر همینم من و بابات قرار گذاشتیم فردا بریم سند بذاریم آقا بهشاد آزاد کنیم. چه ربطی داره؟ خب برای اینکه اونام سند گذاشتن جمشید و فرشید از زندان آزاد کردن، سند ندارن دیگه. به جون دلبرک من تو تمام عمرم یه همچین خریتی نکرده بودم. حبیب ولی به خاطر نگار فردا صبح اول وقت میرم سند میذارم که این بابا جلو اونا سربلند باشه. من به خاطر این هر کاری باشه میکنم. اینم بده تو لباسم.
بابا جون ببخشید دیگه، واقعا من ببخشید دیگه. منم این کلاف زندگی اینجوری پیچیده تو همه دردسراش هم افتاده گردن شما. قربونت برم مادر، تو بچه‌مونی، غریبه که نیستی. ولی اون دوتا بدون تردید جفتشون غریبن، بهت گفته باشم. حالا نمیدونیم که شاید دیگه، حالا هنوز که چیزی معلوم نیست بابا. اما من اصلا تصمیم گرفتم که اگه جواب آزمایش اومد بعد مثبت بود، بعد ماها خواهر برادر بودیم، برم یه جایی یه خونه اجاره کنم که برادرام من ببرم پیش خودم دیگه. اینجوری یه ذره زحمت منم از گردن شما برداشته میشه. نگار جان عزیز من، شما اول خواهر برادرتو ثابت بکن، بعد بریم با هم دیگه زیر یه سقف. به جون دلبر من مطمئنم اینا توی اتمسفر با هم نفس نکشیدن. چه خاصه به خواهر برادری، چه خاصه به همخونی. بابا جون حالا زده یه درصد اینا خواهر برادر بود، خب 4 تا بزرگتر میشه یه فکری میکنن. راه چاره من خودم با پیش میذارم. خب بابا جون تا کی شما باید جور زندگی گذشته منو بکشید؟ بعدم من همش فکر میکنم که من یه مسئولیتی رو دوشمه، باید یه سر و سامونی به زندگی برادرام بدم دیگه. تو اول به زندگی خودت سر و سامون بده، بعد به زندگی اونا سر و سامون بده. برو سر خونه زندگی دون وقت. کدوم خونه زندگی مامان جان؟ همه چی رفته رو هوا. وا مگه حمید بالونه که رفته رو هوا؟ یه اختلاف جزئی بوده که اونم حل میشه، چیزی نیست. اختلاف جزئی بوده مامان جان، حل میشه؟ چجوری حل میشه؟ الانم که حمید شده همون حمید چند سال پیش. الان دیگه نه خونه داره، نه کار داره، ماشین زیر پاش که قسطیه، عروسی رو که اونجوری که شما گفتید نمیتونه برگزار کنه، شرط و شروطای شما هم که همش سر جاشه دیگه. ها؟ حبیب چیه؟ حبیب بابا باز این یه حرفی زد تو گیر دادی به ما؟ یعنی تو نمیخوای هیچ کاری واسه این بکنی؟ چرا داری چشمات واسه من گشاد میکنی؟ نه چیکار بکنم؟ میخوای دست گل بردارم برم خدمت ایشون بگم آقا لطف کنید تشریف بیارید خواستگاه دختر من؟ خوبه اینجوری؟ من اگه دخترمو ترشی بندازم امکان نداری همچه کاری بکنم. چی میگی تو؟ چی رو ترشی بندازی؟ اگه نشنیدی گفت من میرم با برادرم خونه میگیرم جدا زندگی میکنم. کدوم برادر بابا هنوز نه بداره نه ببره کو؟ تو مطمئنی که اینا برادراش نیستن؟ چسب خون دادن اون بیفته. بابا تو مگه خون یه ذره بالاتر بگی بالا. آقا شما شیشه ای؟ چطور مگه؟ من از این ورد معلوم نیستم. آقا برو کنار. چش بگیر گرفتم. ببینم. خیلی خوب. خانه نگاه کن. ببینم. خیلی خوب شد. بابا نگاه کن صورت این قابلمه آوردی جلو. ببینم. صورت ما رو پوشونده. ببخشید جلو صورت لاغر شما رو گرفتم. تیکه انداخته. نه بیا. چی؟ خانش یه دقیقه کنار خانش بیا تو ولش. چی میگی؟ چرا تیکه میندازی؟ آخه داره میگه صورت لاغره. یه دقیقه ببین این خون دادی ما بذار رو هم بیفته تو عکس خب. بعد ببین 1 2 3 که گفتی لایک بده. 1 2 3 لایک. ببین ببینم خیلی خوب شدی. آفرین. ببین این زیرش بنویس برای خواهرمون. برای خواهرمون 3 تا نقطه بذار. یه دونه این فیسکای اینجوری هم بذار. نداریم خانه فیسک. بابا بذار دیگه. بعد بذار تو گلوه کلیدور مادر بچهای زندان. آره بعد ببین این مطمئن باش بچهای کلیدور مادر همه میفهمن که ما خواهرمون رو پیدا کردیم. برام رو خودم تگ میکنم همه آقا تا یه ذره آدم حالش خوب میشه برام خود چیکار هستن بخوای که تگش کنی. پاشو برو ببین تو یخچال چیزی برای خوردن پیدا میکنه. نگو دیگه. آقا داداشم اگر یه چیزی هم میگه اشتباه میکنه. ولی برام نخود تو زندگی ما هیچی نیست. هی میگه برام نخود. یه رو بکن اذیت شدم. یه دقیقه واسه آرام بخوای بکنی تمام موهامو میکنی. بابا جان من دست زدم هنوز. خب باید با آب خیسش کنی شل کنه. خب باش بیا. بابا با توف. بابا استریلیزه است. چی استریلیزه است؟ توف استریلیزه است. بارو بابا این کثیفکاری ها بدم میاد. آقا جان شما یه لیوان آب گرم بیار اینو باز کنیم باش. خاندانش اصلا توی یخچال هیچ چی نیست. این داره الکی برق مصرف میکنه واسه اینکه این شیشه کشی گرمش نشه.
شیشه کشکی گرمش. آبجی کجایی که داشتو از گشتگی اینا کشتن؟ اگر آبجی دست ما رو بگیرد کسی ما رو دست کم نگیرد. این رو دیوار کدوم توالت هست؟ ببین توالت نکنه. حرف آبجی ما اومده توالت داره فلبداهه داشتم میسرونه. میسرونه. نه بابا همینطوری برام جالب شد. آقای بی غیرت تو یه 4 سیخ دلی 5 سیخ خوکی 6 سیخ جیگر سیخ 6000 بگی ما بخوریم. حالا داداش سیخ 6000 که الان دیگه 6 آقا برای قافیه‌اش گفتم. این دیوار کجا نوشتی؟ تو قاطی کردی یا میگم برای قافیه‌اش گفتم کدوم توالت هر کی میگه یمچ. مثلا آقای داماد ما به خاطر شما رفتیم خون دادیم ها. چی میگی؟ به من چه ربطی داره؟ آقا 2 فردایی بعد شما بری بچه دار بشی بچت به در نمیگه دایی، به این دوتا میگه دایی، به من و داشم میگه دایی. غیر از اینه؟ نه بچه حلال زدم که به داییش میره. تموم شد دارم. حمید جان سلام. علیک. یه موقع اگه بچه دار بشی مثل اینا در بیاد عمرن اگه بغلشون بکنن چون قطع یقین گت میزنن به این کلم. امو این گتر ما رو میگی من کیف میکنم. معلومه قلبم ما رو دوست داره. امو جون شما که از قدیم احترامت برای ما اهم واجبات بود. الانم که دیگه بزرگ خاندان فامیلی دیگه هیچی بهتون نمیگم اصلا. یعنی نداریم جواب تو بدیم. خون دادیم آقا خون دادیم. تو قطع خون داده انگار تیر خورده مردم 1 کیلو خود میدن چکشون هم نمیگزه. برو یه دقیقه دو دفاع کن از من. الان بعدی فیش میکنم. عمو ببین چون جمشید خان رابطه خواهر برادری براش خیلی عمیقه به خاطر همین از عمق وجودش خون استخراج کرده. آقا بیا ببین نگاه کن. همچین سوزن رو کرد تو دستم آقا. اینگار فکر کردم اون ور دستم زد بیرونم آقا. این خیلی سوراخ شده. الان این چسبه روشه معلوم نیست. بذار یه دقیقه آب ولرم بیاره بکنم ببینی. آب ولرمو بیار. اما آقا ببینی دستمو. آی آقا امو برای برام رو خود تعریف کن یه ضرب خود آقا تمام موهای دستمو کندی. بابا بی کلاسیه تو معلم فکر کنم موهای دستمونو زدی. این مرکز همجوری وز دارم میکنن. چی همینجا؟ چی همون؟ تو فکری؟ نه تو فکر فردام که قرار مفاخری برسه. روزای سختی بود ولی خیلی خوشحالم که الان اینجایی. همش نگران بودم که مبادا براتون اتفاقی بیفته. برای منم خیلی سخت بود ولی مثل که یادت رفته با بابات میشه میرزا قاسمی درست کرد. باید اینجونه بمم ها. حرفاش چیه بابا جون؟ ولی هرگز فکر نمی کردم دامادی که تونست با حرف عاشقونش دل دختر من رو ببره این روز بتونه پولای من رو بار بزنه ببره. تقصیر من بود که خام حرفای عاشقونش شده. ناراحت نباش. هر جا باشه پیداش میکنم میدمش دست قانون که دیگه نتونه با حرف عاشقونش دل یکی دیگه رو ببره. پولا رو بهش دادی؟ دادم ولی پس گرفتم. الان کجاست؟ نگران نباشین جاش همه. راستی از این پسر حمید خواستار چه خبر؟ خب اون اگه نبود که من نمیتونستم تنهایی کاری از پیش ببرم. ببین همیشه کمک از جاهایی میرسه که آدم اصلا فکرشو نمیکنه. یه زنگ بهش بزن امشب بیاد خونه با هم صحبت کنیم. چشم زنگ میزنم بهش. فقط خونه نمیتونه بیاد. خونه رو فروختی؟ بعدم براتون توضیح میدم. شرکت که سر جاشه؟ بله اون سر جاشه. فقط من الان واقعا حال و حوصله ندارم راجع به این چیزا حرف بزنم. Parla vida amore Mario Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Fiamma di sogno scintillano خب سلامت.
بزنم با اجازت. با اجازت. دیگه چی؟ دل بخون دست شما در نکنه. خیلی زحمت کشیدی. حبیب آقا شرمنده کردیم. قربونتون برم. چاکرم عزیزم. می اومدیم بالا یه چایی آب یخ یه چیزی. نه دیگه دیر شده الان خسته ایم باش برای فرصت دیگه قدر این آدم بدون فرشته یه ای باعث شد سند بذارم نجات پیدا کنی. حواست باشه با خودت. دست شما در نکنه. خب ممنون. ما هم وایزه مرخص میشیم. بریم دلبر. نه دیگه چی؟ این حرفا چیه؟ من میذارم بریم بفرمایید. بابا میریم ما خودمون. نه همچین چیزی حبیب. نه میتونتون دیگه مزاحم نمیشیم خستیم. نه خواهش میکنم. تو زحمت میفتی خاله خانم. این حرفا چی بفرمایید. خیلی خاله اصرار میکنه بریم. آقا بهشاد خوش اومدید. آقا قربونت برم. خیلی ممنون. مرسی. مراقب خود باش از تو پیاده رو برو خونه. بریم. دلبر خون دست شما در نکن. خواهش. شرمنده کردی. دست شما در نکن. خیلی شرمنده. خوش اومدید. ایشان جبران کنم. دیگه. دست در بهتر که چشم حسود و بخیل دور باشه هرچی بدبختی و بلاس از این خونه. آقا بهشاد ما صحیح و سالم برگشت خونه. خیلی تنگ شده. قربونت برم الهی مامان جان. میوه ها رو چیکار کردی؟ میوه ها تو این گرما پختن کمپوت شدن گندیدن. همش؟ همش که نه بابا جان، یه بخشش خراب بود که ریختیم دور، اون سالماش هم خیرات کرد. راست میگی. یعنی پول نشد. میدونی چقدر پولش بود؟ میدونی من چقدر ضرر کردم؟ سرت سلامت باشه بهشاد جان، سود و ضرر همیشه هست. ها؟ مگه نه؟ پاشو برو یه دوشی بگیر حال و هوات عوض شه، این جورابارم بنداز تو همون. پاشو. چی شد این برس؟ بفرمایید بابا جان، این بریس نوع خودم آوردم، این رنگی هم هست. ببین کیه موشی؟ بابا آقای حافظیه. ای بابا، نه کجا فهمید من آزاد شدم؟ بیار ببینم گوشی رو. حافظی کیه؟ همون صاحب مغازه؟ بله. الو. سلام علیکم. بله با عزتون. یعنی چی آقا؟ بابا اون آدم اعتبارداریه بابا. چکاش پاس میشه خیالت راحت سر وقتش. یعنی چی مسعوده؟ حالا چرا داد میزنی؟ ای بابا هر چی میکشم از این پسره کف مسافر. به پای قادر چه مربوطه؟ هرچی میشه پای قادر رو میکشین وسط آخه بابا جان. اگه پای اون وسط نبود خودم سند داشتم، خودم میرسیدم به کارم، نمیرفتم اون تو بیفتم. اوضاع اولم الان اینجوری نبود. حالا مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ زنگ زده میگه چک دختر مفاخری باز نمیشه، حسابش مسدوده. پاشو کرده یک کف میگه مغازه رو نمیفروشم، کلیدارم وردی بیار تحویل بده. این یعنی چی؟ ها؟ یعنی بدبخت شدم. یعنی بیچاره شدم. یعنی به خاک سیاه نشستم. خدا نکنه بابا جان، ان شاءالله همه چیز درست میشه، خودتون رو ناراحت نکنین دیگه. درست میشه دیگه. درست میشه. عصبانی نشه. درست میکنیم بابا. سلام دختر خاله افسانه. دقت کردی تازگی چقدر تون دل دوست من تنگ میشه؟ من غلط کنم دلم برای تو تنگ بشه. قادر بلند شو بیا خونه ما. چرا؟ مگه چی شده؟ بهش بگو به بابام کارت بزنی خون ازش نمیاد. بابا برگشته خونه کلی هم عصبانیه، کارت بهش بزنی خونش در نمیاد. خب افسانه این که خیلی بده. الان من میام اونجا کارت بزنه خون من در میاد. قادر چک خان مفاخری پاس نمیشه چون حسابش مسدوده. بعد این آقای حافظی هم زنگ زده به بابا، گفته که این کلیدا رو بردار بیار. بابا میخواد با تو و خاله متانت حرف بزنه. نه ببین من نمیتونم بیام، خیلی کار دارم، خیلی سرم شلوغه. یعنی چی نمیتونم؟ نمیتونه؟ گوشی من خودم باش حرف میزنم. تو میای، اگه نیاد کلا ازدواجمون به هم میخوره. نه رابطه فامیلیمون هم به هم میخوره. جدا از ازدواجمون رابطه فامیلیمون هم کلا به هم میخوره. نه باشه میام. فقط افسر همینطوری میگم زشت نیست ما تو کار بزرگتر دخالت کنیم؟ قادر باشه تدویم اتهام شدم، همین الان میام. خداحافظ. همین چی شد؟ هیچی دیگه داره میاد. گفتی با خاله متانتت بیا؟ مادر جانو که اول گفتم. همین
اینجا نشستی یه ساعت دارم صداش میکنم شنیدی چی شد؟ نه نشیدم نمیخوام بشنم. برو به کار. آقا نمیشه باید پاشیم بریم. گندش در اومد. گندش در اومد یا تو گندشی در آوردی؟ چیکار کردی بازم؟ تو گندشی در آوردی. الان افسانه بهم زنگ زد گفت اون چکی که گفتی خانم مفاخری داد به ما متانت که ما متانت به خاطر خاله آشفته داد به صاحب مغازه که صاحب مغازه رو به آقا بهشاد برگردونه. چک حسابش کاملا مسدوده. میدونی یعنی چی؟ یعنی هم آقا بهشاد بعد مغازه رو پس بده هم من افسانه رو. الان چه توقعی از من داری؟ من باید چیکار کنم بعد؟ چه توقعی؟ آقا این همه دلار رو برداشتی اینجا انباشته کردی. یه خورده به اندازه پول چکر این دلارا رو به من بده. من ببرم اونجا ماجرا رو ختم به خیر کنم. نمیشه. الان نمیشه دستت به اونه. چرا نمیشه؟ اصلا من سهم خودم میخوام. وگرنه افسانه برای من افسانه میشه میره تو افسانه ها. بابا هر موقع ما پولا رو تحویل دادیم من رو سهم خودم پول تو رو میدم. خب یکم بیشتر بهت میدم. خوبه؟ آقا سهم خودت چه؟ من سهم خودم میخوام. خودت گفتی اگه این کارو انجام بشه اونقدر به سهم میرسه که آقا بهشت اصلا بهت افتخار میکنه که تو دامادیشی. تا الان به من پول چایی هم دریغ بکنی. باشه. الان به تو پول بدم اینم میشته من پول میخوام. آقا بیا بریم پول شوشکی به هم بدی که این دوتا هم نفهم. آخه اصلا الان پول دست من نیست. همش دست عمو پرویزه. چرا راستی عمو پرویز؟ اگر ازش بپرسیم پولا کجاست اون آلزایمر میره لحظه ای داره. نمیدونه پولا رو کجا گذاشته باید کل این باغو شخ بزنیم. بعدش هم وای میسه جلو اون همینطوری بندری میزنه که فیشه میگیم عمو پولا کجا؟ ادای عمو رو در میاری؟ آقا من چه ادای منو داری در میاری؟ این بچه مزخرف. من به خاطر مادر دیگه چی نمیگم. این ادای منو برای چی در آورد؟ من کاریش ندارم. من بعد توضیح ازت میگم. برای چی ادای منو در میاری؟ ها؟ برو تو. دیگه با اینو میگردی ها. این طبیعته. برو تو. باشه چشم. این دفعه اگه ادای منو در بیاری من مادر تو به عذاب میشونم. بیا برو تو. دیگه با تو نیستم. آقا ببخشید میشه حداقل به من یه پولی بدین که من بتونم برم تو دم خونه ما مزاحمتم؟ کارت آبربان که داری؟ برو بردار. اما پرویز کارتمو گم کردم. اگه بخوام استفاده کنم باید برم بانک بسوزونم. اونو نسوزون. خودتو بسوزون که یه عده جواد از دستت راحت بشن. مگه با تو نیستن؟ تانت میکاری. برو تو دیگه. ماما بیا پایین. سلام. سلام چی اینجا بایستادی؟ منتظر شما بودم. چرا انقدر دیر کردین؟ هیچ موقع داشتم میومدم زنگ زدن آموزشگاه گفتن ازت شکایت شد. رفتم دیدم شاگردام ازم شاکی شدن. گفتن این دیر میاد زود میره. هیچی دیگه همین روزاست که منم بیکارشم بشینیم ور دل هم تو خونه. یا اینکه بلنشیم بریم مترو تو ساز بزنیم من پول جمع کنم. نه ماما من ساز بلد نیستم. آخه تو این لمس چی بلدی؟ حالا چرا این وسط گیر میدیم به من؟ حالا چی شده؟ هیچی بابا آقا بهشت قاطی کرده. با دیگه چی میگه بابا؟ ای آقا حبیب سند گذاشت آزاد شد دیگه تموم شد رفت به کارش. همین دیگه اون آزاد میشه میاد بیرون ما رو اسیر میکنه. منم گفتم برم بالا بشورم بمالمش پهنش کنم روی زمین. بعد دیدم اونم برخورد متقابل میکنه یه وقت حرمتش شکسته میشه. وایسادم که با هم بریم. ای خدا کم بدبختی دارم حالا اینم ولکن نیست. میخوای من بیارم؟ همین منو خسته و کوفته کشیدی اینجا همینو بهم بگی؟ بابا آقا بهشاد من خودم مال باختم. تمام دار و ندار زار و زندگی ما ازم گرفتن. یه برگه چک بهم دادن. اونم برای چی؟ برای که صدام در نیاد. منم اونو تقدیم خواهرم کردم که صداش در نیاد. حالا صدا شما در اومد. بابا خودت با این خانم مفاخری تماس میگرفتی میگفتی چکو پاس کنه دیگه. به من چی کار داری؟ وقتی حساب مسدوده دیگه چی رو پاس کنه؟ تازه الان برفازم پاس کنه دیگه به درد من نمیخوره. بابا پاشو کرده تو یک کفش میگه مغازه رو نمیفروشم کلید بیار تحویل بده. بابا جان اون از اولم دنبال بهانه بود. حالا مغازه که قحط نیست اونو بده یکی دیگه بگی. بله مگه پیرنه؟
بابا من تو محل کاسبی کردم، اعتبار دارم، کلی مشتری دارم. بابا دوباره ول کنم برم یه جای دیگه مغازه بگیرم، باید از صفر شروع کنم. از من به شما نصیحت آقا بهشت. هیچ وقت برای شروع دوباره دیر نیست. من افسانه 4 سال پیش قرار بود زندگیمون رو شروع کنیم، نشد. الانم داریم دوباره شروع میکنیم. بعدش هم شما اصلا تنها نیستی. ماشاءالله بزنم به تخت، یه دوماد هیکل تک داری که اینو کوه پشت سرت حاضر هر کمکی بهت بکن. تو بیجا میکنی میخوای کمک کنی. هرچی بکشم از بیشوری تو سادگی این دختره. بابا جان. بابا بی بابا. الانم شما رو صدا کردم اینجا. وسایلتون جمع کنی خونه منو تحویل بدی. دیگه نه از خونه خبریه نه دختر. بفرمایید همه چی تموم شد. بفرمایید بیرون. ماما جان این حرفا چیه؟ زشته. زشته؟ خیلی ناراحتی میتونی باشون بری. کجا بره بهش؟ این حرفا چیه میزنی؟ ببین آشفته تو دیگه هیچی نگو. تو خودت میدونی من یه عمر با آبرو زندگی کردم. پام به کلانتری نرسیده. به خاطر خواهر شما رفتم زندان. الان با هیچ کس کار ندارم. تو هم میتونی با خواهرت بری. اصلا همتون بری. با هیچ کس کار ندارم. تو اصلا میفهمی چی داری میگی بهشاد؟ آقا بهشاد به جان خودم مقصر اصلی منم. سند دست من بوده که براش گرفتاری پیش اومده. منو فوش بده، منو کتک بزن، هر کاری میخوای بکنی با من بکن، ولی این کارو با خانواده من نکن. قادر بیا، آقا بهشاد حق داره. خونه خودشه، اختیاردارشه. بعدش هم تا حالا لطف کرده گذاشته، ما اینجا زیادی هم موندیم دیگه، وقتشه. فقط آقا بهشاد یه چند تا تلک پلک هست که الان با خودم میبرم، بعد میمونه فقط اساس سنگین که اگه یه چند روز به ما مهلت بدی یه جایی رو پیدا کنیم، بعد میام بار میذارم همش با هم میبرم. آبجی مگه من میذارم تو بری؟ خواهر جون نمیخواد به خاطر من دعوای خانوادگی را بندازی. اشتباه از من بوده، خودم هم باید جبرانش کنم. باده شام خداحافظ. خواهش میکنم نرو آبجی. بریم. ماما افسانه رو چی کنم؟ بریم. خداحافظ. بریم. آقا بهشاد اینی که بیرون کردی خواهر منه. خواهر هر کی میخواد باشه. خونم اختیارشو دارم. اگه تا الانم باهاشون قرارداد اجاره ننوشتم و چندر قازل ازشون گرفتم فقط به خاطر تو بوده. تو نمیتونی خواهر من از خونش بیرون کنی. خونش؟ آشفته خونش؟ مگه چند سال پیش سهمش نفروخت به من پولش جلو گرفت از من. سند به نام من نزد هیچی، ورشه واسه یکی دیگه برده گرو گذاشته. بابا حیا هم خوب چیزیه والا. بریم. کجا بریم؟ نمیدونم. باید بریم. ماما میخوای یه خورده صبوری پیشه کنی؟ شاید آقا بهشاد کوتاه بیاد. اون کوتاه بیاد من دیگه کوتاه نمیام. بریم. اگه شده برم رو درخت لونه کنم دیگه به این خونه بر نمیگردم. مگه ما کلاقی؟ خانواده دکتر ارنست کجا زندگی میکردن؟ روی درخت. میشه دیگه. بریم.
ببین ننام داره. اما آقا مردیم از گشنگی ها. در خول نباش. اون پاسه رو باید ببینم. عجب گوشتیه بیا. دست نمیزن یا من خودم. علی جان چه اینجا قنبرک زدی؟ باشو بیا آبگوش داریم. نخوری از کفت رفته ها. بیا. قربونت هم شما بفهم من میل ندارم. بابا این که منم نمیخورم. آقا حمید نترس. کوبیده نیست که سیخی باشه کم بیاد. آب گوشت کش میاد. آبشو زیاد میکنیم سیب زمینیشو بفرمایید. بدون داماد نمیشه. بفرما ببینم. نه اما آقا پیاز کجا؟ حالا اونا که زندگی این همین پیاز مونه. هر لایه‌شو که میکنی یه لایه عین همون ترتر تندتر زیرش هست. خانم بده من. بیا نگاه کن. 1 2 بگی شکوندمش تمومه. آقا داماد بگو عروسی کیه؟ بالاخره ما داشای عروس خانومیم، باید فکلی بزنیم، یه کت شلواری کتونی چیزی آماده کنیم. فعلا که همه چی رو حواس. چک دوم تالار مونده هنوز ندادم. ببین آبجی ما از ما حرف شنوی داره، میدونی؟ بالاخره حرف ما رو گوش میکنه. خیالت راحت داشه من. ما اصل کجا میریم؟ چه فرقی میکنه؟ یه جایی میرن دیگه. فضولی؟ اما آقا من میخوام بدونم کجا میرن که ما میتونیم بریم با داشتن باشون یا نه. اون دیگه ماه عسل که نیستش، ماه زهرماره، ماه مزاحمته. بگیرم اینجا. بعد پولش از کجا بود که میخواد بده شما بیایی؟ چی فکر کردیم؟ ما فکر کردیم میگیم پول ما رو بده. پول ما رو نده، فقط به ما بگی کی میخواد بره، ما بر اساس جیبمون حساب بکنیم کجا میتونیم بریم بگیم برن اونجا. شما با توجه به جیبتون فقط میتونید تو فکرش برید. همینجا اینا رو ولش کن. ما الان پول خونه است. چیکار کردی؟ جور کردی؟ نه بعد پول باشه تا صابخونه رو تحویل بده دیگه. آقا شما آدرسشو بده ما میریم بالا سرش راضیش میکنیم. چی داری میگی تو؟ اون که ایران نیست که. ایران نیست؟ تو 2 تا بلیت رفت بگی برای من و داداشم، 3 تا بلیت برگشت بگیر، میریم خارج با صابخونه برمیگردیم. چی داره واسه خودت داری میگی؟ یا میگی این اگه پول این چیزا رو داشت، ادا اطفالا رو داشت و قرتبازی‌ها رو داشت که میداد پول خونه‌شو از این گرفتاری در میومد. اینقدر هم نرو رو اعصاب من. چی میذاری به این کارت؟ من بده. چش. کجا همینجا؟ این آقا بهشا دیگه گندشو در برده. خاله متانت از خونه انداخته بیرون. الان خاله متانت اون قادر بیچاره تو کوچه خیابونا آوارن. بهشاد گردنزگیر خاله متانت گرامی از خونه انداخته بیرون؟ آره. من آدمش میکنم. کجا عمو شما کجا؟ دارم بهش بگم با من نپر لپر بشی، لپر کنی پرپر بشی. حدشو بخوام بزنم کف دستش. آقا بزرگ خاندانمون ناراحت شد، الان من و داداشم میریم از زیگیلش میگیریم بهشاد میکنیم تو گونی میاریم. نمیخواد، لازم نیست. شما میای اونجا یه چیز میگه علمچنگی به پا میکنه اوضاع این کس بدتر میشه. شما نمیخواد بیاد دیگه خیالتون راحت. من میارمشون. علی جان قول میدی که خاله متانت گرامی رو بیاری؟ حالا قادر جهنم مرد تو پارک بخوابه. میارم عمو، هر جفتشون رو میارم. ببین عمو بفرما شام یخ میکنه بابا. علی جان علی جان یه خواهشی ازت دارم. جونم. این خاله متانت گرامی نفهمی که من اصرار کردم که بیاد. یه جوری تو خودت خواهر زدگی یه جوری درستش میکن بیارش اینجا. بیارش عمو؟ خب اینجا خونه شماست دیگه. خب شما دعوتش کردید. چرا؟ اینجا خونه خودش همین جون. قدمش رو تخم چشم اصلا بیاد برای همیشه اینجا بمونه. فقط من میدونی از این میترسم یه با خاله متانت گرامی بفهمم من به تو اصرار کردم که بیاریش اینجا. من مطمئنم یه حاضر تو ماشین بخوابه ولی پاشو اینجا نذاره. آخه شما جوونا فکر میکنی فقط خودتون غرور دارید ولی نمیدونی حمید هر چی سن بالا میره همینجوری غرور آدم بیشتر میشه. باشه چشم. این نکاتی که گفتم همه رو رعایت میکنی حمید؟ کدوم نکات؟ این چیزایی که یه جوری بند اومدم گفتم بهت. چی بند بدم؟ بند خاله متانت گرامی که گفتم اینا. باشه میگه همین الان گفتی؟ بله آره دیگه. همینجا برای منتظر نذار یا من چشم این در باشه عمو باشه. دست در من اینا رو برم باشه. بلش دیگه هر چقدر کوف کردی جمع کنی میخواد برای من مهمون بیاد. بلش ببینم.
باشه شام میخوریم هم آقا. بلند شو دیگه، بس دیگه اینقدر خوردی دیگه. بلند شو بریم بخوابید. کجا بخوابیم؟ بریم رو پشت بوم بگیریم بخوابید. بلند. آقا من بلندی میترسم. به جهنم که میترسی، این همه جا. برو لب حساب بالا باغچه هست، برو باقاله باش. آقا داریم غذا میخوریم عجب جوری. بابا خاله متخالی گرامی میخواد بیاد اینجوری بیاد شما رو اینجا ببینه معذبی میخواد استراحت کنه. حداقل ما خواهش کن. خواهش میکنم گم شین. آقا این چه بیادب. من چرا اینجوری میگم؟ حمید جان. چرا قول دیگه؟ چرا؟ آره همون قربونت برم. خاله دیگه گرامی میاری دیگه. آره همون قربونت برم. مواظب خود باش. تانکس حمید تانکس. کجای بچه‌ای میرسی؟ هی میگی میام بچه‌ای میاد. بابا چقدر لفتش بدم. اونقدر که من تو این نیم ساعت تو دستشویی بودم کل این هفته تو دستشویی نبودم. بوده دیگه همین. این ساندویچه به من نساخته ولی کارمو ساخت. بچه تو به من ساخت؟ حرفا میزنی ماما؟ مگه جرأت داره به شما نسازه؟ خیلی خوب بشین بریم. ماما ببین الان شما اعصاب نداری، میخوای تون بری. این خیابونای تهران هم که هموار نیستن، همش ناهموارن. این وسط فشار به کی میاد؟ به معده و روده منم که یه دست لباس بیشتر ندارم، ماشین لباسشویی هم نداریم. یعنی میخوای تا صبح همینجا خیمه بزنی؟ خب کجا بریم؟ خب میریم یه مسافرخونه مهمان پذیری جایی بشین دیگه. ماما مهمان پذیر واسه چی؟ این همه هزینه برای چی؟ و بعدش هم بریم اونجا. من به عنوان پسر شما باید برم اونجا کارت بکشم هزینه رو پرداخت کنم. کارت من موجودی نداره. آخه تو کی کارتت موجودی داشته که دفعه دومت باشه؟ بشین بریم. ماما شما کارت ملی همراهته؟ من آره. خب من کارت ملی همراهم نیست. خب تو از 7 دولت آزادی، هر کی ببینه میفهمه. بشین بریم بابا. ماما ببین. نزنی رو چشم. دستم. چشم. من میگم بریم خونه همو پردیس. من اونجا گفته باشم. آقا شما رود نمیشه پیش نیا. من خودم پیشکی پیش دستی میکنم، میگم قادر پیش دستم، اومدم پیش قدم بشم برای دید و بازدید. بعد که کارم پیش رفت شما بیا پیش. ببین من 100 سال سیاه پامو اونجا نمیذارم. چرا؟ خب برای اینکه بچه جون من خار میشم، زشته، بده. این همه ساله من بچه‌مو بدون پدر بزرگ کردم. ببین فقط برای که منت کسی رو سرم نباشه. حالا بلندشم بیام اونجا آویزون مردم بشم؟ نه خیر، نمیام. اصلا تو خودت غرورت قبول میکنه؟ آره. من که پیش شما درس دیدم سالیان سال، اینو آموختم که انسان چرا باید مغرور باشه. انسان باید خاکی باشه. یعنی خاک تو سر من با این بچه بزرگ کردنم. بشین. مامان وای این اینجا چیکار میکنه؟ ای تو بهش گفتی بیاد اینجا؟ ماما کارمو ساخت. آخ گرفت. خاله جون سلام قربت برم. بی خود اصرار نکن محال قبول کنم. خاله من که هیچ چیزی نگفتم. آخه میدونم چی میخوای بگی. خاله خواهش میکنم. میدونم همه اشتباه، همه مشکلات تقصیر من بود. درسته ولی خودم هم کم مقصر نیستم. خاله شما الان بشین تو ماشینت، پشت سر ماشین من بیا. من فردا صبح قول میدم همه این مشکلات حلش کنم. تا همینجاشم همینجا زحمت کشیدی. برگرد برو خونه. من خودم یه فکری با حال خودم این بچه لمسم میکنم. بفرم. خاله میدونم سختته. من امروز امشب منم آسایشگاه. اصلا از شما چیزی نمیگم. میگم خودم فردا صبح زود کار دارم. شما امشب راحت بیاین اونجا استراحت کنید. آخه این چه کاریه؟ تو میخوای من از آلاخون بالاخونی در بیاری اون بنده خدا رو آلاخون بالاخون میکنی؟ نه. خب من چی خاله؟ تا شما اینجا باشین که من نمیتونم برم خونه. خب خود منم آلاخون بالاخون میشم. پرویز خان الان خبر داری؟ که شما اینجایین؟ نه. از کجا باید خبر داشته باشه؟ بچه اینقدر فیلم واسه من بازی نکن. بیا بیرون ببینم. ای گل تکنیست. بشین ما پشت سرت. قربونت برم خاله. ماما اگه میخوای بد اخلاقی کنی دعوا کنی برم با هم. بشین. قادر بشین حرف نزن. دست در نکنه. عجب ساندویچ خوشمزه‌ای بود.
اما پرویز بیا مهمون داریم. سلام خانم اطالتی گرامی، خوش اومدید. مهمون اصلا مهمونی. خوش اومدی. قدم رو تو چش ما گذاشت. ببخشید دیگه ما این وقت شب مزاحم شدیم. مرایم هستی. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خاله نمیخواست بیاد که من گفتم خانم ما این همه اومدیم اونجا زحمت دادیم. یه شب شما تشریف بیار بعد بگذرن اینجا، قادر قضیه نکنه. خب حمید جان حتما خونه ما رو قابل نمیدونن خانم اطالتی گرامی. نه بابا گفتیم که اسباب زحمتتون نشید. خب باشه عزیزم. اتفاقا ما شام نخوردیم، دور همی میچسه. بفرمایید. دست پخت من به دست پخت شما نمیرسه. ببخشید عمو، مگه شما دست پخت مامان من خوردین؟ متاسفانه قسمت نشدم بخورم، یعنی فرصت نشد. ولی اگه دست پختشون بد بود که شما به این گردی و این زیبایی نمیشدید. بفرمایید بالا. بفرمایید. پس با اجازهتون ما همینجا منتظر میمونیم تا شما شامتون رو میل کنیم بعد. نه ما شام نخوردیم. ما شام نخوردیم. ببخشید ما شام خوردیم. بابا دیدی که ساندویچ خوری، اونم که دیدی چجوری از بین رفت. تو می‌خواستی کمتر بخوری. آقا شام چی داریم عمو؟ شام همه چی داریم که ببین حمید جان من تا منقل آتیش خواهش می‌کنم منقل آتیش روشن می‌کنم بپر یه چند کیلو جوجه بگیر. چی جوجه؟ آره شیش میگم بخواد. شیش کجا پیدا کنم؟ بابا راست میگه آخه این وقت شب از کجا جوجه پیدا کنه؟ یه دو تا تخم مرغ نیمرو میکنه میخوره. خب باشه هر جوجه رو میل داری. بس همین جان بپر یه شونه تخم مرغ بگیر. اما الان جایی باز نیست که. بابا بپر یه چیزی دیگه دیگه این همه تراب یه بزرگی یه جا بازی برو یه چیزی پیدا بکن بیا. ببین درکم یه سر بزن. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببخشید. صبوری تمومش کنیم بگیریم بخوابیم دیگه. مامان افسانه ببین بهش نگی ما کجاییم، ما فقط بگو نگران نباشه. باش من دروغ نمیتونم بگم. اصلا یا الله. بفرمایید. الو سلام افسانه چطوری؟ قادر کجا رفتی؟ ببینم شب جایی رو پیدا کردین که بمونی؟ به تو چه که جا پیدا کردن یا نکردن؟ قد کن ببینم. چشم. ببخشید بابا شما هنوز نخوابیدین؟ بخوابم که تو وایسی با این پسره کف باساب همینجوری حرف بزنی منو سوژه کنی؟ نه بابا من نه چی؟ نون نداری دختر، آب نداری، خواستگار نداری. چند بار بهت بگم این قادر به درد تو نمیخوره. بابا مگه یادت رفته چه بلایی سر بابا آورد؟ زد ماشینمو داغون کرد، منو با جلو تلویزیون سوژه کرد. این دفعه هم که سندمو نابود کرده من انداخته تو الفتونی. سند نداشتم بذارم، کسی دیگه اومد سند گذاشت. حتما باید منو بکشه شما راحت شین؟ چه خبرت آقا بشاد؟ مردم خوابن. صدا انداختی تو سرت. من نمیدونم، از این دخترت بپرس. افسانه چی شده؟ مامان هیچی، من فقط زنگ زدم به خاله متانت و پسر خاله ببینم کجا. نگرانشون شدم. تو ایجا کردی نگران شدی؟ تو چی کاره ای؟ سر پیازی، ته پیازی، برای چی زنگ زدی؟ دوستش داره. بهشاد دخترت قادر رو دوست داره. میگه غیر از قادر با هیچ کس دیگه ازدواج نمیکنه. مامان گفته مامان، مگه همین چیزا رو من نگفتی؟ خب چرا اینا رو به خودم نمیگه؟ دفعه قبل که بهت گفت رفتی زورکی طلاقش رو گرفتی. بهت نمیگه برای اینکه دخترت نجیبه، حیا داره، شرم داره. ولی من میدونم تو دلش چه خبره، چی داره میگذره. خب تو بگو. یک کلام با قادر ازدواج میکنه، غیر از قادر با هیچ کس دیگه هم ازدواج نمیکنه. مامانم چیز دیگه هم هست که میخوای بگی؟ نه دیگه شما همه رو گفتی. ای بابا چرا نمیگیری زن؟ من چند بار بگم قادر به درد دختر ما نمیخوره. من تو در همسایه نمیتونم بگم قادر دوماد منه، کسر شأنه. آقا بهشاد دیگه داری زیاده روی میکنی. متانت خواهر منه، قادر خواهرزاده من. اگه آرت میشه اینو بگی باید آرت بشه بگی منم زنتم. فهمیدی؟ چون منم از جنس اونام. یعنی چی؟ یعنی که من یک لحظه دیگه تو این خونه وا نمیستم. میرم همون جایی که خواهرم رفت. مگه میدونی کجا رفته؟ نه نمیدونم، ولی میجویم. جوینده یابنده است. میرم پلو خواهرم. مگه اصلا مهمه برات این چیزا؟ بابا جان ببخشید مامان تنهاست دیر وقت اگه بخواد بره. بله میدونم، شما هم باش برید. برین بابا برین، همتون برین. اصلا من احتیاج به هیچ کس ندارم. برین. احتیاج به من نداری، من نمیخوای. تو هم نه بابا تو بیا.